15-20 دقیقه تیار میشود نتیجه تشخیص. سعادت وطنова ба тоҷирон ва роҳгузарон дар назди бозори саховати пойтахт дар бораи вируси норасоии масмумияти одам ва роҳҳои гузаришу пешгирии он маълумот медиҳад. ӯ корманди маркази ҷумҳуриявии мубориза бар зидди ВНМО аст. بسیار در اون جایی که مردم بسیار است جمع میشد. برای همین ما در همین خیل جاها جمع آوردیم که نه اینکه ما همین فقط گروه آسیب پذیر خیلی که میگیم، در همین جایها ممکن است که اینجا ممکن است که ما مهاجری مهنتی، اون شهروندی هست که مثل اوقات جنسی به ترتیب مانند غیرت، اون شهروندی است ممکن است که نشمند تزریقی هست و موادهای استعمال کننده مخدر استفاده میبرند. اون شخصی است که ممکن است که با دیگر راهها ممکن است و نمیداند و وضع سلامتی خودش رو میفهمد و از تشخیص میگذارد. طولی 3 روز است که تشخیصگاه‌های سیار مرکز جمهوریوی مبارزه بر ضد ونمو در حدود کشور تشخیص رایگان ویچ را به راه ماندند. این اقدام قرار است تا 1 دکبر ادامه کند. جای مثبت جواب گرفتن به شخص ما میفهمیم که در دوام تشخیص در کجا گذرانده شود و به کجا آید که همه رقم‌های تلفن و آن سراغ را ما به آن کس میفهمونیم که وی آمده دوام تشخیص را گذرانند و از نتیجه آخرین درجه خود آگاه باشند. اکثر نفرانی که در اینجا از تشخیص میگذرند جوانند، اما میان خواهشمندان افراد بزرگسال و زنان هم دیده میشوند. حالا از تعداد عمومی 10,000 نفر سیرایت یافته به ویژ در تاجیکستان بیش از 30% را زنان تشکیل میدهند که اکثریت از جانب شوهران نشمند و مهاجر به این بیماری گرفتار شدند. رحیم شاه صفایف میگوید 20 سال اخیر در روسیه بود و بار اول است که از تشخیص میگذرد. من 20 سال در روسیه بودم، میگم با تشخیص نکردگی من یکم بار اومدم میبینم که خیلی سلامتی من است، خیلی فهمیدن در کوری خود زنده ایم، یک فهمیم که اون چی نشدیم داشت. طبق معلومات‌های آماری سال گذشته در تاجیکستان 1422 حالت نوی سیرایت ویروس نارسایی مسمومیت بدن آشکار کرده شده است. به این ترتیب هر روز در تاجیکستان تا 4 نفر به این ویروس گرفتار می‌شدند. با پنهان کردن ورقه‌ها و صحبت‌های شفاهی، کارمندان این مرکز ساکنان را از راه‌های پیشگیری ویچ آگاه می‌کنند. یک جهت وقت نمی‌یابیم روز دیگه تجارت را مشغول هستیم. این به حد خوب شد که مثال ما اومدیم از وضع سلامتی خودمون برخوردار شدیم. این بسیار کار خوب شد، برای که ما وقت نمی‌داشتیم که مثال با وقت معین جدا کنیم و بیمارخانه رویم، سلامتی خود رو مثال فهمیم که چی حالت داریم، ما چی کسلی داریم. چند سال اخیر موردهای هم به قید گرفته شدند که بعضی از افراد گرفتار به ویچ دیده و دانسته دیگران را به این ویروس آلوده کردند. در 3 سال اخیر 6 ساکن تاجیکستان با این اتهام بازداشت و علیه آنها پرونده های جنایی باز شده است.